سلام علیکم دوست عزیز، جور بخیر، صحتمند. به صفحه افغانزون خوش آمدید. تشکر از تمامی شما که صفحه افغانزون در یوتیوب سابسکرایب میکنین. دوست عزیز، صفحه افغانزون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای خوب از وطن عزیز ما افغانستان و جاهای دیدنی به شما داشته باشم. دوست عزیز، این موقعیت که شما میبینین، این موقعیت یک سرک جدید ساخته میشه از طرف برچی به طرف سرک کوتی سنگی و کمپنی. در این موقعیت البته در نزدیکای حوزه 5 در این نزدیکای او سرک میبره. این راه دیگه کوتاه‌ترین راه به کسایی که در برچی زندگی میکنه یا از طرف کوتی سنگی میخواد طرف برچی به از برچی میخواین طرف کوتی سنگی یا کمپنی و یا طرف چاره قنبر افشار بره. در این روزا ما خبرهای خوش از افغانستان میشنویم، از آبادی افغانستان میشنویم. این سرک شما میبینین، این سرک البته قبلا فرعی بوده و بدبختانه بگوییم که بعضی از هموطنای ما در سرکی که باید خانه نمی ساختن، اما شما میبینین بسیار با مصارف گزاف در اینجا خانه ساخته شده. خانه ها البته در این وقت خانه جور کردن یک اتاق بسیار مشکل است، چی برسه که به شکل ببینین 3 منزل خانه را که شما میبینین ایده ایجا تخریب میشه. به این شکل خانه خرد رزی دیگه هم در پولی از این خانه موجود است که شما در تصویر میبینین. خب ای کاش که هر کس خانه جور میکنه یک بار نقشه شاروالی را ببینه که در اینجا نقشه شاروالی است نیست، باز به این شکل مشکلات ها روبرو نمیشدن. ببینید دوست عزیز، خانه روبری تقریبا 10 منزل است، تخریب میشه. این خانه را اگر شما میبینین تقریبا 3 منزل 4 منزل هر خانه در پولیز به می شکل و این خانه دیده میشین که بسیار با مصارف های بلند گزاف خانه ساخته شده. بدبختانه بگیم دوست عزیز که این خانه حالی در نقشه آمده و سرک عمومی از این سرک تیر میشه و به سرک کوتی سنگی و برچی سرک وصل میشه. خب عزیزانی که البته در این موقعیت ها بلد هستن میفهمند که کدام موقعیت است. این موقعیت قبلا نگفتیم که از برچی به کوتی سنگی میره، یعنی تقریبا یک شبخانه را به نام علی جنا میگه، روی بری علی جنا این سرک تیر میشه تا به سرک کمپنی. شما ببینید بلند منزل تقریبا 10 منزل است، تخریب داره. روی بری شما میبینین و این منزل های خانه های دیگر هم میبینین که یه هم البته 3 منزل و 4 منزل خانه است. خب باز اینمی سرک که شما میبینین روی بری، اینمی قسم روی بری میبره که جه هم این موقعیت به شما نشان میتم. خانه طرف دست چپ کسی ها هم تخریب میشه، یعنی دو سرکه در این موقعیت دو سرک در این موقعیت تیر میشه که از اینجا بس شفخانه علی جنا یا گلایی مهتاب قلعه یک موقعیت میگه که در این موقعیت سرک میبره. واقعا سخت است به یک عزیزانی که در اینجا زندگی میکردن، خواهی کاش که قبلا متوجه گپ میشدن. اینی سر کوچه هستن، یعنی گلایی مهتاب قلعه هستن که از این موقعیت سرک میبره به سرک عمومی که طرف برچی رفته. اینی موقعیت است. ببینید دوست عزیز، سرک عمومی طرف برچی سینی سرک و اونو دیواره که روبری دیده میشه و شبخانه علی جناست. در این موقعیت این سرک ختم میشه و میگن این سرک روی بری میبره این تا شهرک اجنبی که ببینیم که این سرک میره یا تا میجا ختم میشه. تشکر دوست عزیز، صفحه ما را صفحه افغانزونه سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگه هم از وطن عزیز ما داشته باشم. با امید آبادی های بیشتر در وطن عزیز ما.